چند لحظه پیش از شروع برنامه 6 عضو عائله نعمتوفро در شهر کانیبادان به خاک سپردند. جسدهای نعیم جان نعمتوف، همسرش و 4 فرزند آنها شام 8 دکبر در خانه‌شان در دهه شورابقلا یافت شدند. با گذشت 3 روز از مرگ مرموز اعضای این خانواده تا حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا دیگر نهادهای تفتیشاتی هیچ خبری یا شرح رسمی نشر نکردند. قبل از برنامه از فرزان محمدی همکارم در ولایت سوخت پرسیدم که در رابطه با این قضیه چه معلوماتی تازه‌ای به دست آورده است. بله شهلا، هنوز هم در رابطه با مرگ مرموز چندین عضو عائله نعمتوف خبری رسمی در سامانه و پایگاه‌های خبری وزارت کارهای داخلی نشر نشده است، ولی چندین ساکنان دهه شورابقلا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بعد ظهر امروز جسدها را زیر چاره‌های شدید امنیتی به خاک سپردند. پیشتر پیوندان عائله نعمتوف گفته بودند که آنها را برای معاینه طبی و دادگاهی به شهر خوجند برده بودند. ظاهراً از جانب تفتیشگران در کدام وضع و شرایط به هلاکت رسیدن نعیم جان نعمتوف 37 ساله، نفیسه نعمتوف 33 ساله، امینه 13 ساله، فاطمه و زهرای 10 ساله و محمد یوسف 2 ساله آموخته شده است. در همین حال یک منبع معتمد رادیوی آزادی در وزارت کارهای داخلی گفت که کار تفتیشات پیشکی به ذمه مفتشان دادستانی کل واگذار شده، پی کشادن جنایت متخصصان وزارت کارهای داخلی مشغول هستند. گفته می شود که دیگر کارمندان بلند مقام این نهادها نیز به جای حادثه رفتند. فرزان این دستی کم 6 عائله است که در یک سال اخیر پیوندانش به طور مرموز به هلاکت می رسند. آیا همصحبتان شما از نهادهای قدرتی درباره شباهت حادثه ها چیزی گفتند؟ یعنی این حادثه ها رشته یک زنجیرند یا از هم جدا؟ بله شهلا، این سوال است که اکثر کاربران رادیو آزادی در شرح زیر گزارش‌ها یا در صحبت‌های حضوری از ما می‌پرسند. عین همین سوال را من هم از همصحبتم در وزارت کارهای داخلی پرسان شدم و او گفت که همین جنبه‌های حادثه را نیز آموخته ایستادند و به این خاطر نشر خبر رسمی به تأخیر افتاده است. چاره‌بینی‌های فوری جستجویی ادامه دارد و از نتیجه آشکارشوی جنایت حتما توسط رسانه‌ها اطلاع پخش کرده می‌شود. افزود او. این هم در حالی است که حادثه مذکور ساکنان منطقه را به تشویش انداخته، بسیاری از خانواده‌ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. خویشاوندان کشته شده ها و ساکنان دهه شورابقلا دانسته می‌خواهند که در این خانه چی واقع روی داد و سبب و عامل مرگ فاجعه بار آنها چیست. به نقل نزدیکان عائله نعمتوف اتفاق آسوده بوده زندگی میان حالانه داشتند و اساساً در روسیه کار میکردند. کشتار خانواده نعمتوف در حالی است که شهر کانیبادان بیشتر از 1 سال باز با چنین حادثه ها در سرخط رسانه و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. دست کم چند اعضای 6 عائله در این منطقه با علامت‌های قصداً به هلاکت رساندن یافت شدند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرونه صحبت شده بود. دوستان عزیز، همکاران ما در تاجیکستان موضوع مربوط به هلاکت عائله نعمتوف را پیگیری دارند و در صورت به دست آمدن اطلاع بیشتر شما را در جریان خواهیم گذاشت.